سلولای بچه تا آخر عمر تو بدن مادر میمونه. ببین تو از چت جی پی تی پرسیدم که چند تا فکت جالب و عجیب غریب در مورد مادر بده. مثلا اولیش اینه: بوی بچه برای مادر همون تاثیر سیستم پاداش مغز داره. یعنی مغز مادر با بوی بچهش پاداش میگیره و آروم میشه. با این دومی خیلی سلولای بچه تا آخر عمر تو بدن مادر میمونه. سلولای جنین وارد بدن مادر میشن تا 10 سال هم همونجا میمونه. حتی مادر برای ترمیم بعضی از زخماش از همون استفاده میکنه. مغز مادر بعد از بارداری تغییر شکل میده. اسکن‌های مغزی نشون میدن بخشی از مغز مادر کوچیک‌تر میشن تا تمرکزش روی شناخت احساسات و نیازهای بچه بیشتر شه. یعنی مغز مادر ریبرند میشه برای بچه. وقتی مادر به بچهش نگاه میکنه هورمونا شبیه کسی میشه که عاشق شده. این آخریش خیلی جالبه واقعا. نوشته مادر هنگام فکر کردن به خطر برای بچهش فعالسازی مغزی شدیدتری داره تا فکر کردن خطر برای خودش.